اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان و عزیزانی که در جمع ما حضور دارند و صدای بنده رو شنوا هستند. عارضم خدمتتون که به پیرو آموزش‌های قبلی و به پیرو احکام نجومی و به خصوص احکام هیئت که تعیین کننده و نقش اصلی احکام نجومی رو به عهده داره، خب جلسه امروزمون در تقسیم بندی و شناخت خونه های نجومی هست، خونه های چارتمون هست. اینا چی هستن؟ ببینید اصطلاحات بخاصی رو به کار میبرن منجمین که شاید شما در حین تفسیر اونا رو متوجه نشین که این چی داره میگه. خب به همین خاطر یک تعداد مباحثی رو آماده کردم براتون بازگو بکنم که هم حجم کمتری داشته باشه من باب دانلود و هم من باب این که خونه ها رو بشناسیم و از خواص اونها در تفسیراتمون استفاده بکنیم. خب حالا ما یک تعداد خونه هایی داریم به اسم دارما هستند با علامت حرف دی در انگلیسی نماد دادن برای اون اولین حرف اسمش یعنی دارما. خب اینها چه خونه هایی هستن؟ خونه های 1 5 و 9 به این خونه های دارما گفته میشه که اساس و رسالت خلقت و هدف اساسی یک شخص رو نشون میده که وضعیت یک شخص در چه حالیه. خب و بر اساس علم حروف ادله داره که حکماء اسلامی ما هم از این خونه ها بیشتر استفاده کردن. برای چی؟ برای اینکه احوالات یک شخص رو بهتر مشخص کنند. در نجوم اسلامی خونه اول، پنجم و نهم به ترتیب حالتی داره که خود شخص رو و حالاتش رو، احوالات معنویش رو، حتی جسمانیتش رو، بیماریهاش یا سلامتیش و یه چیز کلیه مثل احوالات یک شخص رو میتونیم از این خونه ها بازگو بکنیم نسبت به شرایطی که ممکنه این خونه ها رو در واقع تهدید و یا تایید بکنه. خب یک تعداد خونه های دیگه داریم به اسم آرت. خونه های آرت با حرف A در حروف انگلیسی نمادبندی شدند همه اینها. خب به خونه های 2 6 و 10 خونه های آرت گفته میشه. از این خونه ها میتونیم مسائل مالی رو بررسی بکنیم، میتونیم حالا بگیم که قرض ها، داشته ها و یا نداشته های مالی رو بررسی بکنیم. خب و نشون میده که شخص ثروتش رو از کجا به وجود آورده، پولش رو، پول نقدش رو، نقدینگیش رو نشون میده. خب طریق صحبتش با آدم ها رو نشون میده، روابط کاریش رو نشون میده، حتی ممکنه قرضهاش رو نشون بده و امثال هم منصوباتی که ممکنه برای این سه خونه بشه که در علم حکمت و علم نجوم اسلامی برای اونا در نظر گرفت. همه اونا قابل بررسیه. یک تعداد خونه‌های دیگه داریم به اسم کاما با حرف کا نشون داده میشه، مربوط به خونه‌های 3 7 و 11 تأمین کننده علایق و آرزوها و خواسته هاست که شخص میخواد از چه طریقی به خواسته هاش برسه یا اصلا افکارش در چه مسیریه، هدفش فعل حال چیه و حالا این ممکنه که علایق به خاصی رو هم نشون بده، مثل میل به ازدواج، مثل میل به دوستی های خاص، مثل افکار پنهانکاری هاش، مثل شراکت حالا ممکنه شراکت کاری هم باشه، ممکنه ازدواج هم باشه که یکسان. صدق و خلاف یک حرفی هم میتونه از طریق با توجه به خونه های دارما و خونه های کاما میشه دوباره این موضوع رو هم بررسی و تشخیص داد. حالا خانه های مکسا چی هستند؟ با حرف ام نشون داده میشه. خونه هایی هستند که مرتبط به 4 8 و 12 مرتبط به مسائل معنویه، مرتبط به
حالا بگیم خودشناسی، شهود، علوم باطنی و امثال هم میتونه که برای یک شخص کارایی داشته باشه، میتونه که بررسی‌های بخواستی رو به وجود بیاره. حالا خیلی ها میگن این خونه ها مربوط به حوادثه، مربوط به بیگانگریه، مربوط به عرض کنم خدمتتون که ممکنه مربوط به مهاجرت هم باشه، حوادث ممکنه باشه، تصادفات، عمل جراحی ها و امثال هم رو میتونه در بر بگیره. خب منتها نسبت به طبیعت خونه ها باید در جایگاه هایی که اون اساس اصلی کوکب در اون خونه ها نشسته بررسی بشه و بعد حکم صادر بشه.